آنقدر ذهن و دل درگیر آمنه بود که نفهمیدم کی نوروز شد. فقط یک روز دیدم مادر 7 سینی چیده که تا به حال نچیده بود. لابد به عشق خانه اعیانیش که دیگر مجبور نبود توی زمستان یخ حوض را بشکند و ظرف و رخت بشوید. از صبح زود همه به نوبت رفتیم حمام توی خانه. برادرها پشت یکدیگر را کیسه کشیدیم و مادر پشت خواهر را و با پوستی گل انداخته لباس نو پوشیدیم و نشستیم پای 7 سین. ساعتی پیش از تحویل سال آسمان چنان عبوس شد که همه زمستان اینجور نشده بود. بعد هم با چند رعد و برق که همه خانه را لرزاند، کرکرش را باز کرد و بارانی چنان درشت و پیوسته و سنگین بارید که خیلی زود سقف اتاق مهمانخانه چکه کرد. به نهیب مادر هر یک دویدیم و تشت و دیگ و هر ظرف دهنگشاد دیگری که می توانستیم آوردیم و گذاشتیم جای جای اتاق که قالی‌ها خیس نشود. نمیدانم پیش از در رفتن توپ سال تحویل بود یا بعد از آن که تکه‌ای از سقف کنده شد و بر 7 سین فرو افتاد. در درون و از بیرون همه اهل خانه ولوله برخاست. تنگ ماهی‌ها شکست و ماهی‌ها توی گل و خاک بالا و پایین می‌پریدند. همه مبهوت نشسته بودیم که مادر کاسه آب آورد، ماهی‌ها را نجات داد و این بار نهیب پدر بود که چرا ماتتان برده، برخیزید، همه بیرون. ماچ و بوسه ها و اسکناس‌های نوع بعد سال تحویل به کل از قلم افتاد که دیگر کسی رو دل و دماغ عید و عیدی نبود. ساعتی بعد که آسمان آرام گرفت و چکه های سقف فروکش کرد، پدر چای داغ را در نلبکی ریخت و هورد کشید. چین و چروک پیشانیش از همیشه درهمتر بود و ابروهای ضخیمش پایین افتاده تر. سیگاری گیراند و پوکی عمیق و طولانی زد و ناگاه به قهقهی بلند خندید. بشکن میزد و شعری رکیک میخواند که از عموی شاعرم یاد گرفته بود. این جنون را پیش از این یک بار دیگر در مرگ تلخ همان عمو از او دیده بودیم. پدر لابلای خنده‌ای که ظاهرش بیخیالی بود و جهان را به هیچ انگاشتن و باطنش احساس مسئولیتی عمیق میگفت چه کارش کنم؟ پولم رسید این خانه را بخرم چون سفتکاریش مانده بود. من هم سپردم به رضاقلی قلمدنگ که تمامش کند. 1000 تا کار داشت. میخواستم وقتی میایید اینجا همه چیزش تمام و کمال باشد. توش 1000 تا کار داشت. 1000 تا. چه کارش کنم؟ باید عقاب میشدم میرفتم آسمان تا از بالا ببینم کاهگل پشت بام طاقت یک رگبار را ندارد. حالا هم نمیگذارم عیدتان خراب شود. نمیگذارم. همه‌اش همان توپ در کردن بود. تمام شد. بقیه‌اش هم به درک اسفل از سافلین. تا 30 سال دیگر توی این خانه توپ سال تحویل در میشود و عید را جشن میگیریم. فردا صبح پدر کفش و کلاه کرد و گفت که میرود تلگراف خانه. روز بعدش دوچرخه سواری با لباس فرم زنگ در خانه را زد و پاکتی را تحویل پدر داد و امضا گرفت. حاجی پدر آمنه در پاسخ تلگراف پدر نوشته بود خانه سوتکور ما را به قدومتان روشن کنید. چشم به راهیم. پدر گفت ماشین در بس گرفتم که بروید کنگ. آنجا الان هوای بهشت را دارد. حاجی هم با لنج میبرد میگردانتان. خوش میگذرد. تا برگردید میدهم کاهگل پشت بام را بتراشند، بعد هم میدهم قیر و گونی کنند بام را. قیر و گونی نشنیده ای تا حالا چون تازه آمده است. 1000 بار بهتر است از کاهگل. من هم نشنیده بودم قیر و گونی را، اما چه قیر و گونی چه کاهگل. من نمیخواستم بروم کنگ بدون آمنه. 100 بار از حاجی شنیده بودم که میگفت این خردینه چشم و چراغ خانه ماست و حالا که نوشته خانه‌اش سوتکور است لابد چشم و چراغ خانه‌اش به خانه شوهر است در کویت. نمیخواستم بروم. آن عکس را هم دیگر نمیخواستم. میخواستم بمانم و آرزو کنم شوهر آمنه با او مهربان باشد و بهارانش خجسته باشد تا روزگاری که برقش پهن و تیره میشود. پدر راست میگفت. آخرالزمان که نشده بود. یک عید جور دیگری شده بود. بگو خراب شده بود اصلاً. بشود به درک. کسی که نمرده زبانم داد. میخواستم بمانم و کمک کنم به قیر و گونی کردن بام و بیاندیشم به بسیار بهارانی که در پیش بود بدون شکه کردن سقف یا فرو ریختن گچ
و خاک بر 7 سین.